اینجا در این جایی که من وایسادم و در این اتاق پشت سر من یک لحظه تاریخی داره رقم میخوره. در این اتاق جایی که صحن علنی کنگره آمریکا هست، قانونگذاران آمریکایی قرار هست به بازگشایی دولت آمریکا بعد از 43 روز تعطیلی رای بدن. این طولانی ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا بود که به دلیل اختلاف نظر بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها به وجود اومد. آقای ترامپ و تیم جمهوری‌خواها بر این باور هستند که دولت آمریکا لازم نیست پول بیمه درمانی ارزان‌تر برای 20 و چند میلیون آمریکایی رو فراهم بکنه، اما از طرف مقابل دموکرات‌ها در نهایت قانع شدن که کوتاه بیان روی این مسئله و بودجه دولت آمریکا رو برای یک بازه زمانی 2.5 ماه تصویب بکنن تا پایان ماه ژانویه. اما حالا تا اینجایی بذارید اطراف هم بهتون نشون بدم. اون دری هست که قانونگذاران آمریکا میرن داخلش رای میدن و آدم‌هایی که اینجا میبینید یا پرس هستن یا مربوط مطبوعات هستن و یا قانونگذارانی هستن که میرن داخل رایاشون رو میندازن و برمیگردن. این طرف رو هم با من ببینید، سمتی که مدیاها قرار دارن، خبرگزاری های مثل CNN، مثل فاکس نیوز و همه اون آدم هایی هم که دارید میبینید دارن مصاحبه میکنن قانونگذاران آمریکا هستن که دارن در مورد این لایحه‌ای قرار هست تصویب بکنن صحبت کنن. اما تا به اینجای کار این طولانی ترین تعطیلی آمریکا یکی از بزرگترین ضررهای اقتصادی رو به آمریکا وارد کرده و اما تصویب نمیشد تا اینکه در پایان ماه اول و حالا که 43مین روزش هست این مسئله باعث شد که کوپن‌های غذایی برای بیش از 40 میلیون آمریکایی متوقف بشه و این باعث شد، یعنی متضرر شدن مردم عادی باعث شد که در نهایت تلاش بکنن که بودجه رو تصویب بکنن. در پایان روز 43م باعث شد که تعداد بسیار بالایی از پروازها کنسل بشه، به این دلیل که گفته میشه 1,400,000 نفر از کارمندان دولت آمریکا نزدیک به 1.5 ماه هست که حقوق نگرفتن. حالا اگر این لایحه امروز رأی بیاره این به این معنی هست که تعطیلی دولت پایان میپذیره.